وای مامان، بالاخره تونستم با یه دختر تو مینی چت مچ شم. فقط بگو برق نره. تا برق هست هم خونه رو جارو کن هم زن بگیر. نه نکن این کارو با من. به خدا فقط یه دقیقه دیگه صبر کن. برقار. بای بای رفقا، من رفتم یه چرخی بزنم، برمیگردم. تو روان پریشی برق، تو مریضی. چرا هر روز وسط عشق بازی میری؟ اگه همیشه باشم قدری نخواهین دونست عزیزم. برق بی صاحب، الان خاموشی وقتشه. پیازا وسط کار سوختن، قرمه سبزیم شد قرمه سیاه. همش تقصیر آمریکاست. برقو هم تحریم کردن. نه حاجی، این بار خود برق ما رو تحریم کرده. دلتون برام تنگ نشد؟ تو این مملکت فقط یه چیز ثابته، اونم امینه. برای اینکه یک انیمیشن رو با چت جی پی تی تولید کنی، من یه پرامپت بهش دادم و گفتم که یه سناریوی 2 دقیقه‌ای برای انیمیشن خنده‌دار میخوام که مربوط به قحطی روزانه برق تو ایران باشه و اعتراض خودش رو نسبت به این موضوع نشون بده. سناریو به زبان فارسی محاوره باشه. اینا رو همش رو باید دقیق به دقیق بنویسی و هر چند تا شخصیت میخواد داشته باشه و دیالوگ های هر کاراکتر مشخص باشه. در ادامه چت جی پی تی این سناریوی بسیار جذاب رو به من داد و عنوانش رو برق رفت زندگیم رفت انتخاب کرده. میتونیم چند تا سناریو ازش بگیریم البته، ولی خب من ترجیح دادم یک سناریو ازش بگیرم که این سناریوی اساسی و خوب باشه. 4 تا شخصیت برای من تعیین کرده. من بالا بهش گفتم که هر چند تا شخصیت که میخوای داشته باشه انیمیشنمون. این هم 4 تا شخصیت انتخاب کرده و به این صورت هست و بعدش هم صحنه ها رو یکی یکی برای من چیده. صحنه اول اتاق محمد هست و من نشسته پشت لپتاپ و باد پنکه مستقیم تو صورتش هست و بعدش این دیالوگ رو میگه و مادرش هم در مقابل اون یه دیالوگ دیگه میگه و دوباره محمد هی دیالوگ میگه و میاد تو صحنه بعدی. یعنی سکانس بعدی انیمیشن هم به این صورت هست. دوباره صحنه بعدی و صحنه چهارم و صحنه آخر. یه تکنیکی به شما بگم برای اینکه صبح تا شب بتونید دائما از چت جی پی تی کار بکشید و استفاده کنید، اونم این است که شما باید هر چند دقیقه یه بار یه سوال از چت جی پی تی بپرسید و یه فعالیت ازش بخواید. یه پشت سر هم و به صورت رگباری این کارو انجام بدید، مطمئنا به شما میگه که شما نسخه پریمیوم رو ندارید و باید نسخه پریمیوم رو تهیه کنید که بتونید پشت سر هم سوالات رو. مهمترین قسمت ساخت انیمیشن در ساخت صداها هست. از اوپن ای آی اف ام استفاده کردم برای تولید صداها. قبل از اینکه صداها رو تولید کنم اومدم و از چت جی پی تی خواستم که صدای هر شخصیت رو برای من به صورت تکست بنویسه، قابل کپی باشه و همچنین احساساتی که هر جمله منتقل میکنه رو جلوی اون بنویسه. دیالوگ های محمد رو همشو در این تکست برای من نوشته و مقابلش هم لحن و حالت احساسی که منتقل میکنه رو جلوش به انگلیسی نوشته. حالا اینا رو موقعی که اوپن ای آی اف ام داره میگه این انگلیسی ها رو هم تلفظ میکنه، ولی خب مهم نیست. ما تو ادیت میزنیم اینا رو حذف میکنیم دیگه، اینا نمیمونه. حالا من صداهای اینها رو چجوری تولید کنم؟ من میام و از این قسمت کپی رو میزنم، دیالوگ های محمد برای من کپی میشه و میرم تو سایت OpenAI FM. در این قسمت باید من کپی کنم و یک صدای مناسب برای این انتخاب کنم. ممکنه دفعه اول جواب نده و ما مجبور باشیم چند دفعه از یک شخصیت استفاده کنیم برای انجام دیالوگ ها و در نهایت صدای یک شخصیت متناسب و مچ بشه با کاراکتر انیمیشنی ما. با همین فیبل یا فابل میزنم تا اینکه این Excited and nervous. بالاخره تونستم با یه دختر تو مینی چت مچ شم. به خدا فقط یه دقیقه یه بری برقا مره. نه آجی، این بار خودت برق ما رو تحریم کرده. زیاد جالب نبود و ما باید دوباره سعی کنیم که تولید کنیم. Excited. وای مامان، بالاخره تونستم با یه دختر تو مینی چت مچ شم. فقط بگو برق نره. Desperate, panicked. نه نکن این کارو با من. به خدا فقط یه دقیقه دیگه صبر کن. برقا رو آیا.
sarcastic, annoyed. نه حاجی، این بار خود برق ما رو تحریم کرده. بسیار عالی بود. از این قسمت همین صدا رو دانلود میکنم، میمونه اینجا. همه دیالوگ های محمد رو من صداشو در آوردم و گذاشتم اینجا. دیالوگ های شخص اینطوری کپی میکنم و میارم در OpenAI FM پیست میکنم تا اینکه یک شخصیت مناسب برای این پیدا کنم. حالا دیالوگ های مادر محمد رو اینجا گذاشتم، ببینیم که کدوم یک از صداها برای مادر محمد مناسب. چند بار دوباره امتحان میکنم. I'm sorry, I can't request. گفت که من نمیتونم کاری که خواستی رو انجام بدم. میام و از یک صدای دیگه استفاده میکنم. I'm sorry, I can't assist with that request. پس هم خونه رو جارو کن، هم زن بگیر. برق بی صاحب. الان خاموشی وقتشه. پیازا وسط کار سوختن. قرمه سبزیم شد قرمه سیاه. اینجا وایب ها رو میبینید. وایب ها رو هم باید تغییر بدیم. وقتی که وایب ها رو تغییر دادیم دیگه با اون ارور قبلی مواجه نشیم و به راحتی چندین بار این رو برای ما بگه. یک بار دیگه من این رو میزنم پلیش میکنم، چون که جالب نبود. معمولا در دفعه دوم یا سوم بهتر ضبط میکنه صدا رو. من یه بار دیگه میگم تکست تو اسپیچ رو انجام. Annoyed and sarcastic. تاپ برق هست. هم خونه رو جارو کن، هم زن بگیر. برق بی صاحب. الان خاموشی وقتشه. پیازا وسط کار سوختن. قرمه سبزیم شد قرمه سیاه. الان مثلا اینجا برق بی صاحب رو گفت برق بی صاحب. این رو میتونیم ما با اضافه کردن یک کسره به بعد از کلمه برق درستش کنیم. همین رو در گوشی هم میتونید باش کار کنید. هیچ مشکلی نداره، یعنی هیچ تفاوتی بینشون نیست. اینو هم من دانلود میکنم. الان اینها دیالوگ های ننه محمد هستند که با کاراکتر نووا درستش کردم و اسمش هم روش هست و کاراکتر فیبل هم دیالوگ های خود محمد رو به من تحویل داد. حالا میرم سراغ شخصیت سومم، یعنی برق. پلی میکنم ببینم چجوری اینها رو دیالوگ میکنه. بای رفقا، من رفتم یه چرخی بزنم برمیگردم. شاید دلتون برام تنگ نشد عزیزم. یک مشکلی که هست، این چت‌جی‌پی‌تی رو به این شکل نوشته عزیزم رو درست میکنم چون اصلا جالب نشد و در اینجا هم رفقا رو هم حرکاتش رو میذارم تا اینکه درست بشه. ولی من میخوام کاراکتر برق یک مرد باشه تا یک زن. یک مرد باشه که صدای ناهنجاری هم داشته باشه. از اش استفاده میکنم ببینم آیا اش میکنم. I'm sorry, I can't assist with. از اینجا وایبش رو تغییر میدم با همین کاراکتر اش. Playful, mischievous. بای رفقا. من رفتم یه چرخی بزنم برمیگردم. شاید دلتون برام تنگ نشد. این هم یک ارور هست در OpenAI FM که من این جمله رو دادم، مثلا این جمله رو تلفظ نکرد. دوباره میزنم و تلفظ میکنه. بای رفقا. من رفتم. داشتم اینجا کار ادیت رو انجام میدم. کار یه دفعه وسط کار برق رفت و لپتاپم چون باتریش خراب هست کلا خاموش شد و منتظر هستم که بعد 2 ساعت دوباره برق بیاد و ادامه ویدیو رو با هم داشته باشیم. و اگر احساس میکنید که این ویدیو برای شما لذت بخش بود یا چیزی ازش یاد گرفتید، حتما لایک کنید و کانال من رو سابسکرایب کنید، ازم حمایت کنید تا اینکه ویدیوهای بهتری در آینده بسازم و خدمت شما ارائه بدم. خب برای اینکه ما صداها رو تبدیل به انیمیشن کنیم و در واقع اون صداها رو روی کاراکترهای انیمیشنی لیپ سینک کنیم، میایم تو این سایت ادوبی اکسپرس انیمیشن و یک کاراکتر انتخاب میکنیم از این قسمت و کاراکتری که انتخاب کردیم براش یه بک‌گراند هم انتخاب میکنیم. حالا من این کاراکتر رو به عنوان شخصیت محمد استفاده کردم. یه بک‌گراند هم باید براش انتخاب کنیم، ولی من اینجا توی این بک‌گراند هایی که گذاشته بودن چیز مناسبی پیدا نکردم. حالا این یه دونه بک‌گراند هم مثلا میتونه باشه، ولی خب یه خورده جالب در نمیاد، اما خب میتونیم ازش استفاده کنیم.
همین بک‌گراند رو برای این دیالوگ محمد انتخاب میکنم تا اینکه کار رو پیش ببریم. از این گزینه بروز میزنیم و صدایی که باید روی این سینک بشه رو انتخاب میکنیم. من قبلا این صداها رو انداختم در یک فایل مجزا، اینجا موجود هست و الان همین شخصیت فیبل به دیالوگ های محمد رو برای ما لیپ سینک خواهد کرد. در حال انجام کار این انیمیشن هست ادوبی و داره کار لیپ سینک رو برای ما انجام میده. ببینیم نتیجهش چه خواهد شد. کار ساخت انیمیشن به پایان رسید. حالا میزنم excited. وای مامان بالاخره تونستم با یه دختر تو مینی چت مچ شم. فقط بگو برق نره. desperate, panicked. نه نکن این کارو با من. به خدا فقط یه دقیقه دیگه صبر کن. برقا رو آیا. sarcastic, annoyed. نه حاجی این بار خود برق ما رو تحریم کرده. خب خوب هست. همین رو از اینجا دانلود میکنم. دوباره از اینجا create new رو میزنم و حتما با یه آی پی کشور اروپایی یا با آی پی آمریکایی برید تا اینکه راحت‌تر سایت ادوبی برای شما باز بشه. الان با اینترنت بدون فیلتر شکن که رفتم یه همچین صفحه رو برای من آورد. این فیلتر شکن هم که بهتون معرفی میکنم شاید خیلیاتونم بشناسید، اسمش VPN هست. یه دونه V 2 E PN رو تو گوگل بنویسید با همین مرورگر کروم میاد و میتونید افزونه اون رو روی کروم نصب کنید و ازش استفاده کنید خیلی راحت. اینو دوباره رفرش کنم و تاپ برق هست. هم خونه رو جارو کن هم زن بگیر. برق بی صاحب الان خاموشی وقتشه. پیازا وسط کار سوختن. قرمه سبزیم شد قرمه سیاه. خب همین رو میتونیم استفاده کنیم و این قسمت میتونیم یک حالا سینک ظرفشویی یا اذاق گازی به این قسمت اضافه کنیم که نشون بده که اینجا آشپزخونه هست و این داره قرمه سبزی درست میکنه. این کارو میتونیم انجام بدیم. اینو هم دانلودش میکنم و 2 شخصیت بعدی رو هم من خودم کار میکنم دیگه، اونها رو ضبط نمیکنم. وای مامان بالاخره تونستم با یه دختر تو مینی چت مچ شم. فقط بگو برق نره. تاپ برق هست. هم خونه رو جارو کن هم زن بگیر. نه نکن این کارو با من. به خدا فقط یه دقیقه دیگه صبر کن. برقا بای بای رفقا، من رفتم یه چرخی بزنم، برمیگردم. تو روان پریشی برق. تو مریضی. چرا هر روز وسط عشق بازی میری؟ اگه همیشه باشم قدری نخواهین دونست عزیزم. برق بی صاحب الان خاموشی وقتشه. پیازا وسط کار سوختن. قرمه سبزیم شد قرمه سیاه. همش تقصیر آمریکاست. برقا هم تحریم کردن. نه حاجی این بار خود برق ما رو تحریم کرده. دلتون برام تنگ نشد؟ تو این مملکت فقط یه چیز ثابته، اونم امینه.